کالج متالورژی شهر تورسونزودا یکی از مؤسسه کهنه‌ترین در مملکت به حساب می‌رود. آن سال 1978 در زمینه آماده کردن متخصصان برای کارخانه واحد دولتی شرکت آلیومین توجیک تأسیس یافته است. این درگاه تعلیمی در مدت فعالیت 30 ساله خود اکثر کارخانه‌های صنعتی جمهوری را با متخصصان صاحب کسب تامین نموده است. ما در کالج متالورژی شهر تورسونزودا 5 اختصاص تعمیر و تجهیزات برقی، استفاده برای تجهیزات برقی، متالورگی رنگه و سیاه، حساب محاسبی و تحلیل و نظارت، بوغالتری و سیستم اتوماتیک کنونی کارکرد اخبار، یعنی که اسو میگن قبول کرده شدیم. ما کلکتیو آموزگاران کالج شهر تورسونزودا برای کادری خوب برآوردن یا که صاحب ملکه برآمدن به شاگردانمان کوشش به خرج داده شده. در شهر تورسونزودا کالج آموزشگاه‌ها برای بهتر براه ماندن روند تعلیم و تربیت و موافق طلبات زمان تیار نمودن متخصصان میانه چاره‌های ضروری می‌اندیشند. همین است که همسالان نزدیکی 200 نفر متخصصان جوان کالج طبی شهر تورسونزودا را خط نموده در مؤسسه‌های تندرستی شهر و ناحیه‌های کشور به کار جلب کرده می‌شوند. کالج طبی شهر تورسونزودا برای دانشجویان تمامی شرایط‌های برای تحصیل فراهم آورده شده است. آموزگاران ورزیده در کالج طبی شهر تورسونزودا کار میکنند و دانشجویان درس میگویند. در عموم رهبریت کالج طبی مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر تورسونزودا و همه آموزگاران در تلاش آن میباشند که متخصصان ورزیده که امروز به جامعه ما به مؤسسه های توبتی ما که در سطح بلند می باشند متخصص تیار کنند. از جریان تحصیل در کالج آموزگاری معلوم شد که جوانان برای از خود کردن کسب و هنر ذوقی به اندازه دارند، زیرا آنها خوب درک کردند که به متخصص با هنر و صاحب کسب نه تنها در حدود جمهوری بلکه بیرون از آن هم طلبات زیاد می باشد. کالج دارای صبحانه‌های وسیع شد با شرایط‌های زمانوی مجهز گردانیده شده است. کالج دارای یک فاکولته و 2 کافدرا می باشد. در مرکز ملی تستی جمهوری تاجیکستان کالج ما تحت رقم 505 میگذرد. هدف و مقصد مؤسسه تعلیمی ما آماده نمودن کادرهای بلند اختصاصی ساحه معارف برای مؤسسه های تعلیمی جمهوری می باشد. دوام چند سال اخیر است که خواهشمندان کالج و لتسیحو به مراتب زیاد می‌گردد. این از آن شهادت می‌دهد که جوانان و نورسان امروز برای صاحب کسب شدن میل و رغبت زیادی پیدا کردند. برای پیدا کردن جای کار برای خدمت کنندگان این درگاه در خود کشور نیز خیلی آسان است، زیرا زواد و کارخانه‌هایی که با شرافت صاحب استقلالی مملکت بنیاد یافتند به چنین متخصصان احتیاج دارند.